سلام عرض میکنم خدمت همراهان عزیز. امروز در خدمت جناب آقای فرشید رستگار، مدرس و مشاور امور مالیاتی هستیم و قرار هستش که بیشتر در رابطه با مالیات های عایدی بر سرمایه با هم دیگه گفتگو داشته باشیم. سلام عرض میکنم خدمت شما، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. سلام و عرض ادب خدمت شما و همه بینندگان عزیز، در خدمتتون هستم. متشکرم. آقای رستگار، میخوام کلیت قانون مالیات بر عایدی سرمایه رو با هم دیگه صحبت بکنیم. اینکه اصلا این قانون به تصویب رسیده یا نه و اینکه توی این قانون چه مواردی هستش که باید مورد بررسی قرار بگیره. شروع بسیار خوبیه. من ولی نکته بگم که ما الان که اواخر سال 1402 هستیم، این قانون هنوز به تصویب نرسیده و توی مجلس بعدی پیش بینی خود من اینه که قطعاً به تصویب خواهد رسید. ببین، نکته اصلی اینه که هدف مجلس از تصویب این قانون جلوگیری از دلالی و سفته بازیه. یعنی شما فکر کنید من میام چیکار میکنم؟ میام با خرید و فروش‌های مکرر املاک و مستغلات هی میخرم، سود میکشم روش، میفروشم. این باعث میشه که یک اختلالی توی روند طبیعی بازار اتفاق بیفته. چون طرح اینه که اصلا جالبه که عنوان اول طرح عایدی سرمایه نبود. عنوانش این بود که مالیات بر دلالی و سفته بازی بود. پس هدف هست اینه، ولی بزرگترین انتقادی که به این طرح وارده اینه که انتقاد درستی هم هست به نظر من. میگن که ببین، شما اصلا کلیتش این شکلیه که شما الان یه خونه میخرید مثلا 1 میلیارد تومان، میفروشید 10 میلیارد تومان. سازمان مالیاتی کشور از این 9 میلیارد مالیات نمیگیره، که مالیات این مقطوعه. ماده 59 قانون مالیات مستقیم میگه مالیات این مقطوعه سازوکاری داره که خیلی پایین تر از این اعداد در واقع اعداد هست. ولی عایدی سرمایه میخواد بیاد بگه ببین داشتنش هم مالیات داره. پس الان داشتن خونه مالیات نداره، غیر از یه حالتی که جلوتر بهتون میگم، بحث خانه های لوکسه. عایدی سرمایه میخواد هزینه در واقع داشتن خونه رو واسه آدمایی که بیش از چند تا خونه رو دارن رو زیاد بکنه، اینا رو کنترل بکنه. چون یکی از ابزارهای در واقع کل دنیا هم همینه، یکی از ابزارهای دولت‌ها برای کنترل یه بازاری مالیاته. مالیات درسته که در واقع اون شیوه اولش تأمین بودجه است، اما شیوه دومش کنترل بازار هم هست. مثلا میخواد خانه‌های خالی رو عرضه بکنه، با چه ابزاری میتونه؟ مالیات. میخواد خودروهای لوکس رو در واقع بیاد لوکس گرایی رو ازش مالیاتی بگیره. پس عایدی سرمایه هم همینه، داشتن خونه، ماشین از یه حدی به بالاتر در واقع مالیات به طرف بده. یه موضوع من اینا بگم خدمتون که پس هم تصویب نشده عایدی سرمایه. پیش بینی خود من مجلس آینده برای 1403 هم احتمال نمیدم، 404 احتمالاً تصویب بشود و به چند تا حوزه تسری داره. حالا بریم جلوتر با هم صحبت میکنیم. یه نکته که الان این وسط وجود داره در رابطه با این قانون این هستش که اون سقفی که در نظر گرفته شده با توجه به تورمی که توی کشور وجود داره، خیلی از مردم حتی اقشار متوسط و پایین رو هم داره درگیر میکنه و این خودش برای مردم نگرانی ایجاد کرده. میخوایم یکم بیشتر راجع به این موضوع صحبت بکنیم، یکم دیتیل تر. مثلا اولین موضوعی که خیلی توی این مدت مردم دلنگرانش بودن و باهاش چالش داشتن، مالیاتی بودش که بر خرید و فروش طلا داره اتفاق میفته. یکم بیشتر راجع به این موضوع صحبت کنیم. اولا که نکته خیلی خوبی گفتین، بزرگترین انتقاد همین تورمه. یعنی طرح که رفت مجلس، خیلی از صاحب نظرها، حتی جالبتون بگم مرکز پژوهش‌های مجلس هم اینو اعلام کرد، گفت آقا بزرگترین ایرادی که به این طرح وارده اینه که زمانی که تورم میخوره به یه چیزی، مردم نباید که مالیات تورم رو بدن. درست هم هست. ببینید من یه خونه میخرم مثلا 1 میلیارد تومان، آخر سال میخوام بفروشم 5 میلیارد تومان. خب این تورم عادی باعث میشه که من به این مالیات بدم؟ یعنی چجوری میشه؟ پس این خیلی ایراد بزرگیه، بزرگترین ایراد این طرح. ولی موافقان این طرح میگن که ما میخوایم جلوگیری کنیم از دلالی. این یه موضوع. نکته دوم، همین طلایی که شما گفتید. اولا اینکه چند حوزه در واقع مستقیم هست که این مالیات بهش تسری پیدا میکنه.
طلا هست، خونه هست، ماشین هست. قرار بود سهامم بیاد که به خاطر بحث‌های حمایت از بازار سرمایه خدا رو شکر کنسل شد. بحث رمز ارز هم اومد، یعنی ارزهای دیجیتال که الان یه آمار عجیب غریبی از پولایی که رفته به این سمت بازار رمز ارزها تو کشور وجود داره. البته آمار غیر رسمی ولی خیلی آمارای چند میلیارد دلاری ازش داره صحبت میشه. حالا دو تا نکته خیلی مهم به شما بگم. یکی این که تا یک میزانی از این مالیات معافه، یعنی شما تا یک سال تا یک میزانی طلا بگیری معافه، اون میزانش هنوز تصویب نشده. نکته دوم میشه که دوره تنفس داره. دوره تنفس داره یعنی چی؟ یعنی از زمان تصویب این قانون تا چند سال تنفس قانونگذار داده به مردم که بیاین استفاده بکنید فعلا بعد به مرور مشمول میشه. یعنی پس دو تا نکته خیلی مهم. مثلا همین طلا آخرین طرحی که من شنیدم برای هر نفر 300 گرم تصویب نشده فعلا. اگر تصویب بشه تا 300 گرم شما در واقع مجاز هستید که داشته باشین. 300 گرم برای چیه؟ میگه آقا مصرف یک آدم معمولی چقدره؟ اینطوری برآورد کردن. یعنی یه خانم خونه دار طلای زینتی میخواد بگیره، تا چقدر معمولا نیازشه؟ تا اون میزان معاف، مازاد بعد مالیات بده. چرا پس الان مغازه‌دارا موقعی که خرید و فروش انجام میشه ترجیحشون اینه که خب مثلا اونو ثبتش نکنن، اون مالیات رو از خرید کم نکنن؟ چون مثلا خیلی‌ها رو من دیدم که دارن میرن فروش دارن میخوان برن طلای خودشون رو بفروشن، ولی به خاطر اون مالیاتی که چیز روش اعمال میشه فروشنده طلا سعی میکنه تا جایی ممکنه کارت نکشه یا به صورت رسمی انجامش نده، پول نقد بده. مشکل الان اینجا چیه؟ مشکل و واقعیت اینه که اون آقای طلا فروش از زیر مالیات میخواد در بره. ببخشید صرفا مالیات خود فروشنده است یا چون نحوه برخوردشون به این صورت هستش که این مالیات از اون فروشنده، اون فردی که رفته طلاشو بفروشه داره کسر میشه؟ نه اصلا اینطوری نیست. الان اینطوری نیست. ببین من یه سری واقعیت رو به شما بگم، نمیدونم اطلاع دارید یا نه. چند وقت پیش بازار طلای تهران یه ذره تو حالت اعتصاب فرو رفت. چرا؟ به خاطر سامانه مؤدیان. سامانه مؤدیان سازمان مالیاتی سامانه‌ایه که همه اصناف رو طلا فروشا مکلف میکنه بیاین فاکتوراتون رو تو سامانه وارد بکنید. ببینید شما الان طلا جای رصد میشه، فاکتور رسمی براش وجود داره؟ نیست. میخوان بازار طلا رو رصد بکنن با همین سامانه مؤدیان. نکته خیلی خوبی گفتید. اصلا بستر اجرایی شدن در واقع مالیات بر عایدی سرمایه سامانه مؤدیانه. طلا فروشا رو مکلف کردن که بیاین طلاتون رو، میزانش رو، سودش رو، کارمزدش رو، همه رو توی این سامانه بزنید، هم مالیات خودتون شفافتر بشه، هم پس‌فر خواستیم از مردم عایدی سرمایه بگیریم بفهمیم. الان سازمان کجا میخواد بفهمه من چقدر طی سال طلا دارم؟ میتونه بفهمه اصلا؟ پس در حال حاضر این که به مردم میگن این مالیات باید از شما کسر بشه، مثلا من این طلا رو انقدر دارم از شما میخرم و این مالیات اگر که بخواین رسمی باشه مالیات از شما کسر میشه نه از من. نه اصلا این حرفا نداریم. غیر قانونیه کاری که دارن انجام میدن. این نکته دیگه از 10,400 به بعد خود اصل طلا معاف شد از ارزش افزوده. خیلی نکته مهمیه ها. بله. از 10 توی قانون دائمی ارزش افزوده خود اصل طلا معاف شد. فقط سود، کارمزدی که اون در واقع اون طلا فروش از من میگیره مشمول 9%. پس اگر میتونی نگاه کنیم اینه که بازم من معافم دیگه، یعنی من خریدار معاف از ارزش افزوده اون کارمزده. نه این عزیزانمون توی صنف طلا یک مقدار مقاومت که دارن به خاطر بحثای مالیات خودشونه اتفاقا. پس بحث داره به جای خوب میرسه. یه جمع‌بندی بکنیم، همین بحث طلا رو ببندیمش. طلا در قانون مالیات بر عایدی سرمایه که قراره بعداً بیاد تا یک میزانی هر شخصی میتونه داشته باشه، مصرف در واقع سالانش، زینتیشه، هر چی بگیم، حتی اگر نفروشدش. دقیقاً تا یک میزانی هر کسی معافه. که عرض کردم خدمتتون آخرین اصلاحات 300 گرم برای هر نفر بود در سال. حالا این ممکنه بعداً عوض بشه ها، فعلا اینه.
مجلس آینده آیا تصویب میکنه نمیکنه، نمیدونیم چی بشه. و از کجا سازمان میفهمه که من شهروند چقدر طلا دارم؟ سامانه مؤدیان. یعنی شما الان بالاش برید طلا فروشی، طلا بخرید، اون طلا فروش مکلف دقیقاً میزان طلا، سود، کارمزدشو توی سامانه مؤدیان بزنه. یه سامانه‌ای هست، سازمان اینو زده، باید اونجا وارد بکنه. کد ملی منو باید بگیره، بگه آقای فرشید رستگار مثلا 500 گرم طلا از من خرید، این مدلش، این قیمتش، این سود من، این کارمزد من فلان، به تفکیک. ولی به نظر شما الان رعایت میشه این؟ خیر، ما هم ندیدیم رعایت بشه. نه اصلا اون چیزی که الان توی بازار در حال مشاهده شدنه ایجاد ترس بین مردمه و چون مردم از اینکه بخواد دوباره ازشون مالیات کسب بشه و اون حالا میزان طلایی که دارن میفروشن ارزشش براشون کمتر بشه، ترجیح میدن به گفته دوستان عزیز رسمی این کار رو انجام ندن و حالا پول نقد دریافت بکنن. حتی کارت به کارت هم نمیشه، خیلی جاها دیدم که پول نقد دارن به طرف مقابل پرداخت میکنن. من این نکته به شما بگم، اولا که خیلی ممنونم که همچین برنامه‌ای رو درست میکنید و مردم رو آگاه میکنید. همین بحث طلا، نمیدونم شما خاطرتون از سالها قبل شما میرفتی طلا فروشی یه طلا بخری، طلا فروش این در واقع اون سالها گواهی مالیات بر ارزش افزوده رو باید میگرفتن، سنتی بود، یه برگه میگرفتن بالاش نوشته بود گواهی مالیات بر ارزش افزوده. خیلی از طلا فروشا نمیگرفتن این گواهی رو، به اسم ارزش افزوده 9% از من خریدار میگرفتن، جیب خودش میذاش، به سازمان نمیداد. در حالی که مالیات بر ارزش افزوده یعنی چی؟ من باید از خریدارم بگیرم بدم به سازمان مالیاتی. چون مردم آگاه نبودن، چون کی میدونست که میره یه چه خرید بکنه، حالا اون زمان گواهی که چاپی بود، سنتی بود، بعد میگفت آقا شما از من داری 9% مطالبه میکنی، گواهیت کو؟ اصلا کسی میدونست؟ نمیدونست کسی. مردم میرفتن میخریدن. خیلی از طلا فروشا به همین واسطه متاسفانه تخلف میکردن، مردم هم که نمیدونستن. ولی این آگاهی، این اطلاع رسانی خیلی میتونه به مردم کمک بکنه واقعا. خیلی هم عالی. بریم سراغ مالیات بر اجاره که این روزا خیلی سر و صدا کرده و مردم رو یه ذره نگران کرده، چون خیلی از مردم ما حالا مثلا یه ملکی دارن که خودشون دارن زندگی میکنن و یه ملکی رو به عنوان سرمایه که دارن اجاره میدن و از اون ارتزاق میکنن. خیلی این افراد رو نگران کرده که اگر قراره که مالیات بر اجاره هم بدن، حالا غیر از اجاره ملک، اجاره مغازه هم همین هستش که قراره که قبلا برای اون مالیاتی بود. بله. ولی اون انگار تسری پیدا کرده به منازل و خونه ها. راجع به این هم یه ذره بیشتر توضیح میدیم. ببینید، من یه خبر بد دارم برای اکثر مردم ما، به خاطر اینکه عدم اطلاع رسانی باعث شده که سال 1403 یه سال طوفانی بشه از نظر مالیات. چرا؟ یکی از دلایلش دقیقاً همین موضوع اجاره است. ببینید، ما یه ماده 54 مکرر در قانون مالیات‌های مستقیم داریم. چی میگه؟ میگه هر شخصی که تو این مملکت ملک مسکونی داره، اینو خیلی دوستان دقت بکنن، خیلی نکته مهمیه. ملک مسکونی هر کسی داره، خودش اونجا نشسته، داده اجاره، هرچی، باید بره تو سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت بکنه این رو. شما کسی دیدین این کارو بکنه؟ خیر، منم ندیدم. ولی کی این ذرش میاد بیرون؟ سازمان مالیاتی بیاد جرائمش رو مطالبه بکنه. شما نگاه کنید سال 1400 چه اتفاقی خواهد افتاد. مردم ما نمیدونن که املاک مسکونیشون رو باید تو این سامانه وارد بکنن. اگه وارد نکنن چی میشه؟ خونهشون در حکم خانه خالی فرض میشه و مشمول مالیات خانه‌های خالی میشن. بر چه مبنایی؟ اجاره. فرض بر اینه که خونه تو خالیه، خب نحوه محاسبش بر اساس اجاره است. یعنی ممیز بین چیکار میکنه؟ میاد یه دفترچه ما داریم به اسم دفترچه ارزش اجاری املاک. بر اساس اون دفترچه میاد نگاه میکنه من چقدر باید مالیات بدم،
بعد اینو ضرب در 6 برابر و 12 برابر و یه رقمای سنگینی مطالبه میشه برای از مردم. دکتر مگه برای هر اجاره‌ای که اتفاق میفته یه قولنامه این وسط نیست؟ بله. اون جزء اسناد به حساب نمیاد؟ مشکل همینه دیگه. مشکل اینه که قانون گفته باید تو سامانه ثبت بشه. شما قولنامه داشته باشی نداشته باشی مهم نیست، تو سامانه باید ثبت بشه و کسی هم ثبت نکرده. میدونید یکی از ایرادات من خودمو میگم، من نوعی اینه که میگم ولش کن، حالا اگر یه زمانی اومدن از من مالیاتی بریدن میرم یه نمیدونم اونجا چکچونه میزنم کت خدا منشی حلش میکنم. ولی این موضوع بسیار جدی خواهد بود و چون تقریبا من از هر جمعی که میرم فعال اقتصادی هن مردمن، اصلا میگه چی هست این سامانه، اصلا اطلاع رسانی نشده. البته همه رو در واقع تقصیر مردم نندازیم، ما سازمان مالیاتی صدا سیما کوتاهی نکردن، بیان سری برنامه درست بکنن، این برنامه اینطوری بیشتر بشه، هی مدام پخش بکنن، آقا تیزر بسازن. میدونید پس این یه موضوع. این مالیات هایی که فرمودین برای هر کسی که مثلا یه دونه خونه هم داشته باشه اعمال میشه؟ متاسفانه. پس ربطی به این نداره که 1 2 تا 3 تا اصلا هر تعدادی که داشته باشن بس مسکونی فقط مسکونی یه دونه 2 تا 3 تا 10 تا فرق نمیکنه، باید تو این سامانه ثبت بشه. و اگر که توی این حین معامله انجام بشه و اینکه این خونه به نام شخص دیگه‌ای بشه، اون مالیات ها گردن شخص جدیده یا همون قبلیه؟ خیلی نکته خوبی گفتین. در رویه خیلی وقتا ما می‌بینیم که ممیز از نفر جدید مطالبه میکنه چون دستش به نفرات قبلی نمیرسه. ولی قانون میگه اشتباهه. قانون میگه ببین مثلا سال 1400 رستگار تو این ملک اینجا بوده، مسئولیت با رستگاره. 401 خانم جمالی اومد، یه خانم جمالیه، ربطی به هم نداره این دوتا. ولی بازم میگم مردم باید حقشون رو بدونن، با قوانین آشنا باشه. خیلی مهمه این موضوع. خیلیا یه زمانی هست من رستگار میشم ممیز مالیاتی، در واقع در ارتباط با این موضوع آگاهی هم زیاد ندارم، یه چیزی میگم، مردم باید حقشون رو بدونن. یه جمله معروف هست که میگن حق گرفتنی است، حق باید بگیری شما. به خاطر این موضوع پس این بحث، میدونید چرا اینو عنوان کردم؟ چون بحث خانه‌های خالی ارتباط مستقیم با اجاره داره. چون نحوه محاسبه مالیات خانه‌های خالی چجوریه؟ بر اساس مالیات بر اجاره است. این نکته خیلی نکته مهمیه، اینو بذاریم کنار. غیر از این بحث خانه‌های خالی، ببینید ما در حال حاضر یه تبصره 11 ماده 53 داریم در قانون مالیات مستقیم، میگه املاک مسکونی در تهران تا مجموع 150 متر معافه. ما بهش میگیم معافیت متراژی، املاک مسکونی فقط مجموع 150 متر، یعنی مثلا اگه 80 متر یا 70 متر اوکیه، 150 میشه. غیر از تهران چی؟ 200 متر، مثلا مشهد، اصفهان، شیراز 200 متره. آیا دوتاش همزمان هم میشود؟ بله میشود. یعنی یه 150 متر تهران، یه 200 متر استانهای دیگه، یعنی همزمان با هم میشه. ولی باز یه ولیه بزرگ داره، اگر خونه من خالی محسوب بشه این معافیت دیگه به من تسری پیدا نمیکنه. برای چه اینقدر من تاکید کردم؟ گفتم خونه شما نباید خالی محسوب بشه، وگرنه این معافیت رو به شما نخواهند داد. بعد این قانونی که باید ثبت بشه از چه سالی داره محاسبش انجام میشه؟ خب خیلی سوال تلخی پرسیدین، به خاطر اینکه این سوال شما منو یاد مالیات بر ارزش افزوده انداخت. سال 87 قانون تصویب شد ارزش افزوده، خیلی از کاسبا گفتن آقا ولش کن. 10 سال بعد ما سازمان مالیاتی، چون مرور زمانم نداره، مالیات 10 سال رو به علاوه جرایم مطالبه کرد. بر رقم سنگینا. شما فکر کنی کاسب سالی مثلا 5-6 میلیون تومان مالیات عملکرد میداد، یه دفعه سازمان 900 میلیون تومان برای تشخیص اونجا براش صادر میکرد. این سوال شما منو یاد اون داستان انداخت. متاسفانه باید به شما بگم این قضیه از سال 96 به بعده و شما فکر کنید این اتفاق. برای چی گفتم سال 1403 خیلی طوفان مالیاتی خواهد بود؟ به خاطر چند تا موضوع: خانه‌های خالی، خانه‌های لوکس، ماشین‌های لوکس. آیدی سرمایه رو نمیدونید تصویب بشه یا نه، امیدوارم نشه، چون همینطوریش هم ماشاءالله ما زیاد داستان داریم. و پایه‌های مالیاتی جدید.
حالا نمیدونم مردم دنبال میکنن اینا اصلا قرار بود رو مهریه مالیات بگیرن. مهریه که بحث جدا داشت کلا. خیلی نمیدونم چقدر در جنش هست. من خودم از کسایی بودم که رفتم مرکز پژوهش مجلس گفتم این طرحی که شما میخوای از مهریه مالیات بگیری معلومه که از سازوکار مالیات شما بی اطلاعید. اصلا مالیات یک سازوکار دیگه ای داره. مثلا تا جایی که من مطلع هستم از یه میزانی به بعد اگر بخوای مطالبه بکنی اون مهریه رو 1% رو باید پرداختی داشته باشی به دولت تا بتونی اون رو مطالبه کنی از طرف مقابل. ولی میدونی میخوام چی بهتون بگم؟ پایه‌های مالیاتی داره زیاد میشه. چون بودجه ما روی نفت دیگه نیست. رو مالیاته. چیزی که ما به عنوان رسانه، به عنوان وظیفه اجتماعی میتونیم به مردم بگیم اینه که اطلاع رسانی بکنیم. یعنی کاری که الان توی این ویدیو داره انجام میشه دیگه. و خیلی ممنون از در واقع شبکه شما و اطلاع رسانی شما که دارین این کار انجام میدید. از بحث خونه فاصله نگیریم، بریم سراغ حالا خانه‌های لوکس. این که اصلا از چه سطحی به بالا خونه لوکس محسوب میشه و چه کسانی مشمول این مالیات ها میشن و به چه صورت هستش جزئیاتش؟ ببین کلمه لوکس رو که میگیم تو ذهن من و شما با توجه به تورم الان مثلا عدد میره روی 50 میلیارد شاید 100 میلیارد، ولی اینطوری نیست. الان چند سال بعد میشه 4مین سالش که خانه های لوکس در قانون بودجه میاد. قانون بودجه قانون موقت دیگه. بله. فعلا تو قانون دائمی نیومده. سال 1402 سالی که الان توش هستیم مبنای قانون 20 میلیارد تومنه. اومدن گفتن که اگر یه خونه ای، البته خونه فقط نه، زمین، باغ، ویلا و خونه، همه میگن خونه، نه 3 تاست، زمین، باغ، ویلا و خونه. تازه باغ ویلا مجاز 20 میلیارد. یعنی اگر من یه ویلایی درست کنم مجوز شهرداری نداشته باشم واسش، این 2 برابر میشه. غیر مجازها 2 برابر میشه. حالا تا 20 میلیارد تومان، پس تا 20 میلیارد تومان معاف. مازاد 20 میلیارد تومان 2/1000 بعد مالیات بده. مثال میزنم، من یه ویلایی دارم قیمت روزش الان 40 میلیارد تومانه. تا 20 تا که معاف هیچی. 20 تا 40 چقدر میشه؟ 20 میلیارد. این 20 میلیارد ضرب در 2000 میشه. پس خانه های لوکس سال 1402 این شکلیه که تا 20 میلیارد تومان معافه، مازاد بر 20 میلیارد تومان 2000 رو باید مالیات بدن. این رقمی که اعلام کردین الان شما هم شامل خونه میشه، هم باغ ویلا، هم زمین. اوکی، پس فرقی بینشون نیستش؟ نه هر کدوم معیار 20 میلیارده. الان داشتیم راجع به خونه های لوکس صحبت میکردیم، اینکه قشر عظیمی از مردم درگیر حالا این رقم خواهند شد با توجه به تورمی که توی کشور هستش. این یه ذره دیتیل تر رو میخوام با جزئیات بیشتر با هم دیگه راجع بهش صحبت بکنیم. حتما این نکته رو میخواستم بهتون بگم که ببینید خیلی از مردم نمیدونن که این مالیات برشون اومده. چرا بکنن؟ برن توی سامانه my.tax.gov.ir. من خواهش میکنم بچه تدوین رو زیرنویس بکنن زیر ویدیو، باید وارد بشن، یوزرنیم پسورد رو بگیرن. اگر ندارن یه فراموشی کلمه عبور داره، کد ملیشون رو بزنن SMS براشون میشه. وارد سامانه بشن. سامانه قسمت‌های مختلفی داره. مالیات خانه‌های لوکسشون اونجا میتونن ببینن، ماشینای لوکسشون رو میتونن ببینن، خانه‌های خالیشون رو میتونن ببینن. بیان نگاه کنم ببینن اصلا براشون اومده یا نیومده. یه زمانی هست برای من تو کارتابلم میاد من خبر ندارم. بعد چی میشه؟ این قطعی میشه. بعد چه اتفاقی میفته؟ یه دفعه مثلا خیلی پیش اومده میخواد بره خارج از کشور، میگه شما ممنوع خروجی. از کجا ممنوع خروجم؟ ما نمیدونیم. برو. حالا بعد بود تازه بفهمه سازمان مالیاتی رو ممنوع خروجش کرده، که حساب بانکی شرف بسته میشه. اینطوری میفهمن. من میگم چرا کار به اینجا برسه؟ برید کارتابل رو چک بکنید ببینید براتون مالیاتی اومده نیومده. اگر اعتراض داری اونجا گزینه اعتراض داره، اعتراض کن. الان خانم جمالی من پیشنهاد میکنم که از سال آینده تقریبا دیگه هر فرد ایرانی
هر 2-3 هفته یه بار یه سری به این کارتابلش بزنه، چون اینقدر ماشاءالله پایه ها زیاد شده. یه وقتی هست ممکنه شما برات خانه لوکس بیاد، خانه خالی بیاد، ماشین لوکس بیاد، مالیت عملکرد بیاد، ارزش افزوده بیاد. اصلا شاید باورتون نشه خیلی‌ها نمیدونن که پرونده براشون تشکیل شده. چجور نمیدونن؟ رفته یه کارتخوانی گرفته. یه مثال معمولی بهتون بزنم. یه دختر خانومی از دانشگاه اومده بیرون، یه پیج اینستاگرام زده، داره کاسبی میکنه، داره کار میکنه. بعد یه درگاه واسط هم گرفته برای دریافت پول. نمیدونه که اون درگاه واسط به سازمان وصله. این میره اطلاعات به سازمان مالیاتی، بعد بره چک کنه من پرونده دارم ندارم، تکالیف دارم ندارم. دقیقاً این نکته هستش که میخوام توی پارت بعدی صحبت هامون با هم دیگه گفتگوی بیشتری بکنیم در رابطه باهاش، چون تایممون تموم شده. با اجازهتون توی بقیه مباحث رو تو پارت بعدی صحبت کنیم. ممنونم از همراهی شما عزیزان، متشکرم از وقتی که شما در اختیار ما گذاشتید. سلامت باشید.